سال نو میآید. اصلا آدمان دنیا از سال نو معجزه رو منتظرند. فکر میکنند که سال نو یگان سحر، یگان معجزه رو برای آنها میآورد. نه، سال نو هم روزهایش، هفته‌هایش، ماهایش مثل همین سال است. روزها مثل روزهای مقرری، شامها مثل شامهای مقرری، هفته ها هم همین گونه، دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه. میدونید فقط در سال نو روزها و ماهها و سالها عوض نمیشوند. باید اندیشه ما نو شود. ما با اندیشه نو به زندگی باید قدم بزنیم. اندیشه ما نو باشد، باید فکر ما نو باشد، تفکر و ذهن و افکار ما باید آپدیت شود، نو شود. من شما رو با مناسبت فرارسی سال نو، تحویل سال تبریک تهنیت میگم. برای همتون موفقیت، بردباری تمنا میکنم. کمر رو محکم ببندید و با امید کسی نشوید. خودتون اگر قدم بمانید، خودتون با چیزی نویل بگردید، این مکافات بهترین است. سال نو، اقبال نو با همه شما هموطنان عزیز مبارک باشد. سال نو میلادی با شما هموطنان گرامی مبارک باشد. خدا کند که این سال با آمدن خویش پیک شادی و نصرت و اقبال، صلح و ثبات، خانه آباد و پیک خوشروزی را بیارد و بگذار که میان مردم عزیز و گرامی و نازنین ما توی و جشن و تنتنها بسیار شوند و در طرف خانه یک سرای بیا و تنتنه شادی و زمزمه محبت بنمایی. سال نو مبارک باشد. مبارک باشد. دوستان عزیز، هر یک شما رو با فرارسی سال نو میلادی تبریک میکنم و بسیار شاد هستم که این شام رو در یک جایگی با اهل هنر، با دوستان و با کارمندانی طرف خانه زیبایی یک سرای میگذرانیم. همه ما میدونیم که یکی از بهترین طرفخانه‌ها هستند بهر جشن مراسم ها، نه تنها توی معرکه بلکه همه گونه چرابینی ها رو میشه در اینجا گذراندن که این بسیار خوب است و مینداری خود رو به آنها بیان میکنم که این گونه شاهدها رو فراهم می‌آورند تا که مردم توانند جشن معرکه خود رو بر هوا زیبا در اینجا جشن بگیرند و با کارهای آیندهشون بربری تمنا میکنم و بگذار که همه وقت توی معرکه باشد، شادی و خرسندی باشد و بار دیگر هر یک شما رو تبریک میکنم. باعث خرسندی و سرفرازی است که طرفخانه یکسرای طوری چند سال است که در شهر دوشنبه به فعالیت شروع کرده است و امروز مزاجانش میتوانند در این طرفخانه زیبای و برهوا تمام توی خرسندی هایشان را برپا نمایند. همیشه در و دروازه های این طرفخانه برای ساکنان شهر دوشنبه و تمام مردم تاجیکستان باز است. سلام 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 به همه. درود و پیغام ما نسبت هر یک شما عزیزان سال نو میلادی را برای هر یک شما تبریک و مبارک میگیم. بله، البته که درست قید کردید، فضای آرام و آسوده طرفخانه زیبا و برهوا یک سرای است و اینجا ما اهل هنر جمع آمدیم سر یک خانه‌ایدانه سال نو میلادی را جشن میگیریم و البته که دوام سال زیاد محفل ها بودن، ما با اینجا دعوت میشدیم، محفل ها را میگذاردیم چون که به خانه خود می آمدیم. البته اینجا خانه دومی ما اهل هنر است و انتخاب ما که یک سرای باشد، البته محفل های عاشقانه و عارفانه شما، محفل های عروسی و دامادی شما در همین فضای آرام و آسوده میگذرد. انتخاب ما یک سرای. سلام علیکم به همه دوستان، به همه مردم تاجیکستان عزیز. آمد سال نو با همه شما مبارک باشد. این حال ما در طرفخانه یک سرای قرار داریم که خودتون می‌بینید بهترین طرفخانه است و بسیار زیبا. یک محفلی که جمع دوستان همه اینجا هستیم. اما شما رو دوستان عزیز با آمد سال نو تبریک میکنیم. سال 2022 برای همه ما یک سال پربرار باشد. سال نو خوش آمده بر خانه ما، باز آورد تو فرح بر جان ما. امیدواریم که سال نو میلادی 2022 بر خاندان یکایک شما هموطنان عزیز فیض و فرح، خوشی و خرسندی، فیض و برکت را ارزانی می‌دارد و من پیش از همه سپاسگزارم از طرفخانه یکسرای که این اقدام را پیش گرفتند، یعنی سرجم نمودند سر یک خانه خیلی تاجیکانه در این فضای با شکوه و زیبا. همه اهل هنر، همه اهل قلم را که بار دیگر سپاسگزاری می‌نمایم و امیدوارم که طول چند لحظه که با هم هستیم در این طرفخانه با خیلی لحظه های خاطرمان را سپری می‌کنیم و با شما عزیزان هموطنان گرامی سال نو میلادی 2022 را تبریک و تهنیت می‌نمایم. سلام علیکم هموطنان عزیز، سال نو میلادی رو برای هر یک شما مبارک باد میگم.
بگذار که در لبان شما همیشه خنده هویدا باشد. سلام میرسانیم به دوستان و تماشابینان. خب این حال ما در طرفخانه بر هوای یک سرای قرار داریم. تشکر میگویم به این طرفخانه برای توجه، برای مهربانیشان. امروز یک دسترخوان بسیار زیبا بهر اهل هنر، اهل فرهنگ آماده نمودند و در پیش که جشن سال نو است، استقبال سال نو است، به همین خاطر سالی که در پیش از سال 2022 باشد که سال خوب و بابرار باشد و خاندان هر یک نفر فیض و برکت، خوشی و خرسندی را ارزانی بدارد.